بینندای عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای نازنین، ما به داخل یک مسجدی آمدیم که اینجا طوری که دوستا با ما گفتن که این مسجد مدت زیاد میشه که ساختم، منتها این مسجد از حساب کمبوتی کمک داره. از شما دوستا بیننده خواهش میکنم که یک کمک چیزی به این مردم بکنین که مسجد خونه خدای میفهمین خود شما یک ثوابی برای شما برسه. دوستای نازنین، از زبان خود لالا میپرسین که این مسجد چی مدت ساخته شده و چی کمبود داره که شما مشکل دارین فعلا داخل از این مسجد؟ سلام علیکم برادرم، تیار خوشحال هستیم، بخیریم، زنده باشیم. مسجد ما که کمبوتی خیلی داره خدایی. خیلی وقت میشه ساخته شده، همینطوری تعطیل شده. فعلا که دیگه ما قدرت نداریم که مثلا ما خود گچ کاری کنیم و که سرامیک کار کنیم و سیمان کنیم. وضوخونه نداره مثلا که وضوخونه داشته باشه. انا خیلی وقت میشه همینطوری تعطیل فعلا مسجد ما. او خوردن هم نداره. او خوردن هم فعلا چرا؟ او خوردن داره با پوش ما نمیتونیم که استفاده از وی برداریم. چرا؟ برمه داره، پوش برمه داره، اما استفاده کرده ما نمیتونیم فعلا. چرا که مثلا برق خودی هم نداره که حالا از برق استفاده کنیم. دوم هم مثلا ما گفتیم اول همین کارا اجرا بشه، توکل به الله که مثلا اون کارا روبرو بشه. داخل از هم که تکمیل نشد. نه داخل هم تکمیل نشده، که حالا تکمیل داخل میشد، داخل تکمیل میشد بیرون یک کاری میکردیم، حالا داخل هم نشده. خب پس شما مردم که فعلا اینجا جماعت که 5 وقت میخونید؟ الحمدلله هست. خب شکر میخونیم. خب انال شما دیگه حتما به خونه وضو میگیریم میایم دیگه؟ بله، وضو به خونه میگیریم بعد میایم به مسجد. راست میگین؟ وضو خونه نداریم اینجا که وضو خونه داشته باشیم که ما بیایم وضو خونه اینجا داشته باشیم وضو بگیریم. حتی در نداره، دیوال هم نداره. در نداره، دیوال نداره، اصلا هیچ. خود شما میبینید که ویران خونه. خب تا حالا ایت شخصا به شما کمک بکردن بابت؟ نه نیامده، تا حالا اینطوری شخصی نیامده که مثلا سهم. و می رقم که شما رسوندیم از اینی کی بوده؟ از اینی همین دوستای مثلا کسی بیامده خشتی بیاورده، کسی مثلا بیامده حداقل یک کمکی بکرده، کمکی نکرده که به ما کمک چیزی بکنه. حتی دیروز یک نفر 2 تا سیمان برام بداده، همین 2 تا سیمان ما بیاوردیم داخل مسجد بغزشین که ما مثلا یک کنج کنار بلکه بتونیم بگیریم. نیه مثلا بینندای خیر شما رو مشاهده میکنم، خواهش شما، توقع شما به خاطر ماه مبارک رمضان چیه به خاطر از این مسجد؟ توقع ما از دوستان همینه که اگر بتونه خداوند اینا خیر بده، اینا خداوند از سر ما کم نکنه، که به همین مسجد ما کمک بکنه که همین مسجد ما کمبوتی خیلی داره، مردم بی‌وضاحت خیلی داریم. تامین محل ما نمیتونه اینا بیه مثلا همین مسجد کمک میکنه، مثلا گچ کنه یا سرامیک کنه یا سیمان کنه یا وضوخانه تیار کنه، نمیتونه. مردم نداره، بودجه یقدر نداره که مثلا تیار بکنه. راست میگی. دیگه قدرت ما توانم بیشتر بود، تا همین جا بود که برسوندی دیگه تموم شد. راست خدایی تشکر از شما. بینندای نازنین، برادرها، همشیرا، خیر، خداوند شما رو خیر بده. خانه مسجد میفهمین که بسیار ثواب داره. مسجد که جایی هستی که مسلمانان نماز میخونم، انا به زینا کمک کنیم. خدا و اثر چی که توان شما هست بابت یک سیمان گچی، مثلا یک سمیت سیمی چیزی که مسلمانان بستون حداقل وضوخانه تیار کنن، بالاخره دیگه روی کار ازیر. خب شما خواهشمندی که بزین مسکینا کمک کنیم. همین به جلو همین دوربین به دست کلون همین منطقه ارباب صاحب ما پیدا میکنی یا ای برادرار، هر برادری که کمک کنم ان شاء الله به دست اینا به سند و ثبوت ما تسلیم میکنیم. بینندای نازنین، ما داخل خانه مسجد آمدیم که اینا باور کنیم که 1 رقم 2 3 و 4 رقم 5 رقم فرش اینجا انداخته، چوکه که نسبی هم حتی اینجا بدون فرش. شما نگاه کنید که کلان فقط هم یک پوشیدن بشده که داخل از این گچ نشده. میفهمین که اینا هم مثلا کوخکاخی میزنه، کلاش میزنه. میفهمین که مسجد باید لوکس باشه، تمیز باشه، مثلا حداقل که بتونن نماز بخونن. نصف مسجد مال باور کنیم فرش نداره. خب طوری که پیشتر گفتم خداوند شما خیر بده. تشکر از لطف شما.